عاشقی خودش جایز نیست در اسلام. عاشقی از اسلام نیست. شما فقط می توانید کدام دختری را که دوست می دارید، شما می توانید که رفته از او مثال یک تماشا کنید، چهره او حکایه میکنه که من یک دختر را عاشق شدم، یعنی دوست داشتم، میگه برای من اینقدر اجازت شد که فقط باید تو می توانی که یک نظارت کنی، یک نگاه کنی. من از پس درخت می رفتم، می ایستادم و راهگردی او را و چهره او را تماشا می کردم. صحابه پیغمبر این چنین میگویند. یک صحابه دیگر که ابو هریره روایت میکند، میگه پیش پیغمبر آمد، گفت من فلان دختر انصاری را میگیرم، یعنی از همون مردم مدینه را. پیغمبر خدا گفت رو با وی صحبت کن، زیرا که چشمهای دخترهای مدینه یک چیزی دارد که به تو معقول میشود یا نمیشود. یعنی شاید در چشمهای همون دخترهای مدینه یگان خالی بوده است یا یگان کمبودی وجود داشته است. پیغمبر خدا این جوان گفتن اول دیده و بعد چیکار کن؟ به نکاح درآ. برای همین شما می توانید که رفته او را، یعنی در جای خلوت و در شب دعوت نی، می توانید مثال به خانه شوین، در حضور همون پدر و مادرش چهره شبینید، خب با او مصلحت کنین. این در اسلام برای شما رخصت می دهد. لیکن با او عشق ورزی کنی و با او دست درازی کنی و با او مثال در شهر سیل و سیاحت کنید، این در اسلام برای شما رخصت نمی دهد. زیرا اون دختر تو میگیری نمیگیری و شرمنده میکنی.